حج برادر عزیز یکی از رکنهای اسلام است. هر حج یکی از ستونهای دین است. حج امر فریضه است، البته برای انسانهای دارنده در عمر یک بار فرض است که انسان دارنده شخصیتی که شرایط داره، یعنی رهپولی داره و خوراکه داره، هم قدر پولش میرسه که حج رفته گشته بیاید. این فرض است برادر عزیز و ثوابش هم خیلی ثواب بزرگ است که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند که الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. گفتند حج مبرور، حج مقبول، حجی که او چقدر به نازکی ها و به خوبیاش ادا مییابه، یعنی به جا میآید، گفتند اون جزاش یعنی ثوابش فقط و فقط جنت است. انسانی که حج مبرور کرد، حج کرد که چقدر به خوبی ها، به تقوا، به احتیاطکاری کسی را آزار نداد، یگان جنایتی نکرد، یگان گناهی نکرد، یعنی در این سفری حجش یا اینکه در اون لحظه ها و حالت های طواف و عبادتش، گفتن این شخصیت از اون ثواب حجش فقط و فقط جنت از خود میکنه. در برابر ثواب حج خداوند جنت براش نصیب میگردن. در روایت دیگر حضرت گفتن که من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. گفتن هر انسانی که رفت حج کرد، مثلا حج فرضی کرد، در دوام حجش یگان نوعی گناه نکرد، به کسی جنجال نکرد، کسی را آزار نداد، یعنی یگان جنایتی نکرد، وقتی که از حج باز میگرده به سوی خانش میآید، حضرت گفتن از گناه پاکیزه می شود مثل روزی که از مادرش تولد شده بود. این روزها هم روزهای حج هستند، یعنی ایام حج، روزهای حج 70 روز هستند بعد از عید رمضان تا روز عید قربانه، یعنی که اینها را ایام حج میگویند و خصوصا اون 10 روزی که یعنی پیش از روز عید یعنی قربان است، اون روزها روزهای مخصوصی هستند که در اون روزها عملهای حج انجام می‌یابد.